سلام، امیدوارم حال همگی خوب باشه. رضا پستاده هستم، دبیر کانون پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. عنوان اپیزود: دو جزیره یک تصمیم. گاهی جدایی شبیه شکافی که نه ناگهانی بلکه ذره ذره اتفاق میفته، مثل دو جزیره که در آغاز بخشی از یک خشکی واحد بودند، اما حالا هر کدوم روی تنهایی خودشون غرقن. جزیره اول، مردی تنها، سایه‌اش کشیده شده روی خاکستر خیس، نگاهش به افق نه برای یافتن امید بلکه در جستجوی چیزی گم شده در گذشته. این مرد نه هیولاست نه قربانی مطلق، سالها خستگی، نگفتنها، در خود ریختنها کار رو به جایی رسون که خودش هم دیگه نمیفهمید کی به اینجا رسید. جزیره دوم با تمام سادگیش زندگی در جریانه. زنی که با تنی زخمی اما قلبی محکم داره خانواده رو دوباره میسازه. مادرش ستونی بی صدا اما استوار کنارش ایستاده و بچه ها هنوز دنبال لبخندن، حتی دو دل خرابه های گذشته. اما یه سوال هنوز تو ذهن زنه تکرار میشه: اگه اون روزها کسی کنارمون بود، اگه بلد بودیم درست حرف بزنیم، شاید همه چی فرق میکرد. طلاق همیشه آخر دنیا نیست، اما بعضی وقتا میشه قبل رسیدن به این نقطه ترمز کشید. یاد گرفتن مهارت‌های ارتباطی از نان شب واجب‌تره. شنیده شدن نه فقط با گوش که با دل، و مشاوره خانوادگی نه نشانه ضعف بلکه جسارت برای حفظ چیزی با ارزش. جامعه‌ای که برای پیشگیری وقت میذاره کمتر باید به درمان فکر کنه. دو جزیره هنوز اونقدرها هم از هم دور نیستن. کافیه کسی جرأت کنه پلی بسازه، پل گفتگو، پل فهم، پل آشتی با خود و دیگری. از همه عزیزانی که ما رو در این اپیزود همراهی کردن سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.